در تانزانیا صبورترین شکارچیان سیاره زندگی می کنند. کروکودیل رودخانه نیل به بزرگی 5 متر و 700 کیلوگرم وزن و خیلی گرسنه. تمام چشم‌ها روی حیوان بزرگتر است. فقط او قدرت رویارویی با یک گاو وحشی بالغ را دارد. آخرین رو به غذایش تقریباً 1 سال قبل بوده است. بقیه کروکودیل های کوچکتر نیز منتظر هستند، اما بلیت غذایشان بستگی به مهارت شکار کروکودیل بزرگتر دارد. وقتش رسیده است تا کروکودیل بزرگ یک تکنیک جدید را امتحان کند. کروکودیل بزرگ برای خورد کردن تیکه بزرگ به کمک آنها احتیاج دارد. کروکودیل ها نمی توانند بجوند، بنابراین آنها باید با هم بچرخند تا جسد را تکه پاره کنند و هر کسی سهم خود را بگیرد. البته همه آن به لطف کروکودیل بزرگ است. او تا سال بعد که گاوهای وحشی برمیگردند غذا نمیخورد. در تانزانیا صبورترین شکارچیان سیاره زندگی می کنند. کروکودیل رودخانه نیل به بزرگی 5 متر و 700 کیلوگرم وزن و خیلی گرسنه.